لطفا خودتون رو معرفی کنید. نیلوفر دانشپور هستم. تعجب کن. بخند. خنده تر. من تحلیل کنم. ببین حالم داره ازت به هم میخوره. خوب میدونی کیم، واقعا خوب میدونی کیه. نذار یه کاری کنم که از نفس کشیدن پشیمون بشی. پدرتو در میارم سامان. دهنتو سرویس میکنم. بخند ولی اون موقع نمیتونی بخندی. بخند. عامل خبر بدی هست دارم. بله؟ پدرت متاسفانه فوت شد. متاسف. شما کی هستید که نمیدونی حرف میزنی؟ مادرتون ما تماس گرفت از ما خواهش کرد که خبر بهتون بدم. واقعا متاسف. آقا نکنید تو رو خدا تا صبح طول میکشه یه نفر ما طول میکشه. آقا نخندی تو رو خدا. تو رو خدا ادامه‌ش یه جمع من بخش اسمش گلیا. یه جمع گلی خندید صدا اومد توش. ببین نیلوفر تو فوکوستو میتونی دستی کنی هیچ صدا نده. اصلا من یه پیشنهاد دارم که شاطرم. نه اون دیگه هم آره. این مشکلات نباشه. نه بچه‌ها مشکل نداره. فقط اگه تون بگیریم نرم میشیم. الان یه خود لفت بدیم واسه گرفتنش. خب بریم. تو رو خدا بیا. آقا یه بار دیگه اینو بریم.